سلام رفقا، خوش اومدیم به برنامه دیاتک. من محمد هستم و امروز اومدیم با هم یه سری گجت خاص رو بررسی کنیم. اومدیم شما رو با یه سری گجت خاص آشنا کنیم. پس همین الان کانال ما رو سابسکرایب کن، این ویدیو رو لایک کن و زنگوله هم بذار روی آل. توی دنیای امروز یه سری گجت هایی هستن که کاربردهای خاصی دارن و یه سری از گجت ها هم هستن که اصلا میشه گفت که کاربرد چندانی ندارن. با هم بریم که اولین گجتمون رو داشته باشیم. گجت اول مخصوص کسایی که به حیوان خونگی علاقه دارن، ولی خب حالا هر شرایطی که هستن برای آپارتمان نشینیش و هر شرایط دیگه ای نمیتونن اون حیوان رو داشته باشن. سگ هوشمند سونی اومده این نیاز رو برآورده کرده و خب یه ربات هوشمندی که میتونی حتی بهش آموزش بدیم، برنامه‌ریزی روزانه براش داشته باشیم و کلی کارهای جذاب دیگه که با حیوان خونگی واقعی میشه انجام داد. مثلا فکرشو بکن تا چند سال آینده همه مردم با سگای هوشمندشون بیان بیرون، یا مثلا سگتو ببری حتی سر کار و حتی داخل ایران با سگت بری قدم بزنی و هیچ کس دیگه نمیتونه بهت گیر بده. و اما گجت دوممون از طرفی خب دیدیم که سونی اومده یه سگ هوشمند خلاقانه رو تولید کرده و اما کوبو یه گجت دیگه هم در راستای همین حیوان خونگی ساخته که خب بریم یکم بررسیش کنیم و ببینیم چه جوریه. این شرکت اومده یه حالت یه بالشتک که یه دومی هم بهش چسبیده طراحی کرده و خب این با یه نوازش یا حتی محبت کردن بهش دومش رو تکون میده، یه صدای خاصی تولید میکنه. ولی این طراحی و این شکل و شمایل خیلی یه جورایی برای افراد بزرگتر کرینج بوده و براشون ناخوشایند بوده. ولی خب باید ببینیم که این گجت رو خیلی از بچه‌ها هم دوستش دارن. ولی خب به نظر شما کدومش ارزش خرید بیشتری داره؟ سگ هوشمند سونی یا کوبو؟ گجت سوم یه گجت بسیار کاربردی و خیلی خلاقانه و هوشمنده. بیشتر برای افراد مسن استفاده میشه و میتونید پدر بزرگ مادر بزرگاتون رو اینا تهیه کنین و خیلی بسیار گجت کاربردیه. برای یادآوری زمان قرص ها، برای افرادی که کمبود بینایی دارن، برای افرادی که از بچه‌هاشون دورن و خب خیلی کاربردهای بسیار زیادی داره. و اما گجت چهارم، یه گجت بسیار بسیار مزخرف. این گجت هم برای یه جورایی برای افراد سالمند اختراع شده، ولی خب اصلا اون کاربردی که باید داشته باشه اصلا منطقی نیست. گجت شمارشگر تخم مرغ. خب همین الانش میدونیم که کلی اپ هست روی موبایل که با یه عکس گرفتن ساده میتونه تعداد کل محصول رو براتون بشماره. با توجه به این از طرفی یه جورایی این گجت اصلا کاربردی نداره و بسیار مزخرفه یه جورایی. و اما گجت بعدی، گجت پنجممون، مانیتور شفاف شیائومی. ما چند مدت قبل شاهد عرضه تلویزیون‌های شفاف شیائومی بودیم و اما مانیتور شفاف شیائومی که یه مانیتور گیمینگ فوق‌العاده است که وقتی خاموشه حالت یه شیشه است و وقتی روشن میشه انگار که یه تصویر معلق جلوتونه. خب این یه قابلیت باحالیه که خب ما توی فیلمایی که در مورد آینده ساخته میشد میدیدیم، ولی شما به این توجه کنین که خیلی از افراد هستن که همین الان شیشه‌های سکوریتی رو نمیبینن و قراره براشون چه اتفاقی بیفته. Stop it. و اما گجت ششممون
جولی ترکر. خب ما کلی ساعت هوشمند و گجت‌های مختلفی داشتیم که تو طول روز قدمامون رو بشمارن، کالریمون، ضربان قلبمون و کلی چیزای دیگه. ولی خب یه مشکل بزرگ همیشه وجود داشت. ما تعداد خنده هامون رو نمیتونستیم بشماریم و این شرکت برامون این مشکل رو حل کرده. منم سرگشته حیرانت. با جولی ترکر میتونیم ببینیم که تو طول روز چند بار خندیدیم و بسیار این گجت کاربردی ولی مزخرفیه. گجت هفتممون یه گجت فوق العاده کاربردیه و میریم سراغ ربات حمل کننده بار. این روزا نقش ربات‌ها توی زندگی ما خیلی زیاد شده و هر روز داریم شاهد پررنگ‌تر شدن نقششون توی زندگی روزمره‌مون میشیم. ربات تحویل بار یه رباتیه که باید تا چند سال دیگه برامون عادی بشه و خیلی کاربردیه و خیلی باعث صرفه‌جویی توی انرژیمون میشه. این گجت خیلی خفن با یه لوکیشن دادن بهش و یه برنامه‌ریزی ساده که آدرس مبدا و مقصد رو وارد می‌کنین، حالت یه اسنپ ساده اگه بخوایم بگیریم و خب این گجت میره و براتون بار رو تحویل میگیره و براتون دوباره میاره. خب میریم سراغ گجت هشتم، دستگاه قهوه ساز اتوماتیک. خب این گجت به ظاهر خیلی گجت کاربردی محسوب میشه ولی خب بریم یکم بررسی داشته باشیم. باید به این گجت شب یه تایم خاصی رو بدیم برای بیدار شدنتون و قبل از بیدار شدنتون قهوه‌تون رو آماده میکنه. ولی خب این برای باریستاها و حالا قهوه‌بازای خیلی حرفه‌ای جذابیت چندانی نداره. میدونی سرا؟ چون که خب قهوه‌تون از شب تا صبح داخل هوای آزاد میمونه و همچنین فرمولاسیون خاصی رو رعایت نمیکنه و هیچ آسیاب خاصی رو مد نظر خودش نداره و همینطوری قهوه ساده براتون میگیره و اصلا ممکنه که قهوه قابل خوردن و آشامیدن نباشه. بریم بذاریم که یه قهوه استاندارد و خیلی خوبم بهمون تحویل بده، ولی خب به شخصه برای من یکی از جذابیت‌هایی که قهوه داره اینه که خودت آسیاب کنی، خودت تمپش کنی و خودت آمادهش کنی و ازش لذت ببری تا اینکه بخواد یه دستگاه هوشمند این کارا رو انجام بده. گجت بعدیمون گجت دیوار تعاملیه که برای نمایشگاه‌ها، ادارات، شرکت‌ها و کلی جاهای دیگه کاربرد بسیار زیادی داره. خب این گجت خیلی قابلیت جذابی داره و افراد مختلفی رو به خودش جذب میکنه. این گجت روی دیوار نصب میشه و 12 نقطه لمسی داره که هر دونه از اونها یه قابلیت خاصی رو اجرا میکنن و برای کسایی که حالا وارد شرکتتون یا ادارتون یا حتی نمایشگاه‌های مختلفی میشن میتونه قابلیت خیلی کاربردی داشته باشه. و اما آخرین و خفن‌ترین گجتی که میخوایم بهتون معرفی کنیم تراشه نورالینکه که ایلان ماسک به تازگی تونسته مجوز آزمایش‌های انسانیشو بگیره. این تراشه به اندازه یک سکه است و داخل بخشی از جمجمه قرار میگیره و خب میتونه به بخش قشای مغز، همون بخش ارادی مغز دسترسی داشته باشه. و خب حالا خوبیاش چیه؟ میتونی از حافظت بکاپ بگیری، گجتاتو با ذهنت کنترل کنی، تلپاتی کنی و حالا کلی کاربرد دیگه هم داره مثل درمان بیماری‌های اعصاب و روان و حتی بعضی از بیماری‌های خیلی خاص که درمانشون خیلی سخته. خب این هفته میخوام نظراتتون رو راجع به این تراشه نورالینک بدونم. آیا اگه یه روزی به تولید انبوه رسید و همه بتونن ازش استفاده کنن، شما جزو کدوم دسته این؟ ازش استفاده میکنین یا نه به همون شیوهی که تا الان زندگی میکردین زندگیتون رو ادامه میدین؟ حالا با هر فواید و مضراتی که داره. مرسی که تا اینجای ویدیو با اون همراه بودین. اگه از این محتوا خوشتون اومده و دوستش داشتین همین الان ویدیو رو لایک کنین، کانالمون رو سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین روی آل تا از ویدیوهای بعدیمون با خبر باشین. و اگه پیشنهادی دارین یا نظراتتون در مورد این ویدیو رو همین الان برامون کامنت بذارین. تا درود دیگر، بدرود.